بن سلمان ولخرج ترین عضو خاندان 15000 نفره سعودی که چون میگن قرار پادشاه بشه، همه چی تو آرامکو هم دادن دستش. حالا من تو سن 25 سالگی بابام کنترل تلویزیون دستم نمیداد. ایشون جدای از اینکه عربستان رو به یک بهشت تبدیل کرده و خلاصه همه جوره پای بهتر شدن اوضاع مملکتشه، خودش هم کم خرج نمیکنه، نوش جونش. ملک عبدالعزیز و عربستانی هر چی میکشن از این خاشقچیه، انقدر رو اعصاب بن سلمان رفت که دیگه چی آرومش نمیکنه. مثلا یه توی رفت فرانسه گفت الاعصاب الگامورگی البرم الخرید. 300 میلیون دلار پولای بی زبون عبدالعزیز مادر مرده رو رفت قصد خرید. باز دلش آروم نگرفت، رفت لب ساحل، دید یک کشتی تفریحی با باند هلیکوپتر و زیردریایی و استخر و سالن سینما، همه چی تموم. عوض کرد 500 میلیون دلار اینو خرید. بازم آروم نشد، رفت نمایشگاه، دید تابلو رو دیوار، گفت همینو بپیچی میبرم. چند؟ 450 میلیون دلار مفت. بازم نشد، رفت نیوکاسل 400 میلیون دلار خرید. همه بازیکناش هم گفته از رونالدو یاد بگیرین، قرار سال دیگه تو مسابقات اذان احکام رونالدو شرکت کنه، بهش جایزه میده اگه ببره. بعد همین رونالدو رو هم بن سلمان داره سال 200 میلیون دلار شارژ میکنه. ارنست پولش کجا بود؟ تازه میگفت منچستر یونایتد هم موخم. عبدالعزیز هی بهش میگه پسرم بقیه داداشاتم خب آدمن، یکم تحمل کن. تفریحاتش هم باله، رفته مراکش 100 میلیون دلار خرج کرده. اگه کل جمعیت مراکش رو 1 به 1 ملاقات خصوصی میکرد کمتر خرج میگرفت. تازه اینقدر طلا داره که همه چی میخره، یه پلاستیک طلا بیچاره یارو میبره رو همه وسایل نقلیه هاشو طلا رو کش میکنه. شاید بگین خدایی عشق دنیا رو میکنه همین بن سلمان، ولی من میگم بیا نیمه خالی لیوان ببینیم تا بعد خودمون یکم آروم کنیم دیگه. انقدر خاشقچی رو اعصابش بود دیگه هیچی آرومش نمیکنه. اصلا آرامشی که ما داریم اونا اصلا پولدار ندارن. والا شما جای بن سلمان بودی، این همه ثروت داشتی، همین الان اولین چیزی که میخریدی چی بود؟ این پای منت شاید یه خیر پیدا شد بده.